به نام خداوند مهربان. رادیو مهر تقدیم می‌کند برنامه‌ای که در آن می‌شنوید صدای بارش باران بهار و احساس می‌کنید بوی نمی خاک را. کاشانه مهر. کاشانه مهر، جایی که در آن روح تازه می شود و زندگی با همین فراز و نشیبش جریان دارد. همراه ما باشید تا بروی زندگی لبخند بزنیم. کاشانه اتان پرمهر. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو مهر. سعیده عبدالله زاده هستم و با آرزوی سلامتی و سربلندی شما عزیزان چند لحظه را با برنامه کاشانه مهر با شما خواهیم بود. دوستان و همراهان عزیز، از صمیم دل برای هر یکی از شما خوبان بهترین ها را از خداوند منان طلب میکنیم و در این لحظه میخواهم تنها برای یک چیز از خداوند سپاسگزاری کنیم و شکر کنیم که به ما انسان ها دل داده است، قلبی به وسعت اقیانوس که مهر و محبت در آن موج میزند. خیلی دوستتان داریم. به کاشانه مهر امروز خوش آمدید. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. خداوند با بخشیدن نعمت‌های زیاد همواره ما آدم‌ها را مورد لطف و مهربانی خود قرار داده است. مثلا یکی از نعمت‌هایی که ما بیشمار از آنها استفاده می‌بریم چشم و نیروی دیدن و درک کردن است. در واقع چشم ما به مثل لنز دوربین است که با اراده و خواست خودمان می توانیم از خیلی چیزها عکس‌های به یاد ماندنی در ذهن و روح خود بگذاریم و هر گاهی که به آن می اندیشیم لذت ببریم، مثل دیدن منظره‌های زیبای طبیعت، دیدن لبخند بر چهره عزیزان یا دیدن نور آفتاب از بین شاخه‌های درخت، دیدن هنرهای زیبای دستی و خیلی از چیزهای دیگر. پس ما می توانیم انتخاب کنیم که چه چیزی را ببینیم و چه چیزی را نبینیم. یکی از چیزهایی که غالباً فراموش می کنیم ببینیم خود ما هستیم، بلکه گاهی ما یا نمی خواهیم و یا نمی دانیم که به خودمان هم باید نگاه کنیم و ببینیم که من در کجا هستم، در چه حالت هستم، چگونه آدمی هستم. اگر می خواهیم بدانیم چقدر با خودمان و یا درونمان نگاه می کنیم، باید بسنجیم که نگاهمان به اطرافیانمان بیشتر چگونه است.
اگر عیب‌های دیگران در نظرمان پررنگ باشد، مطمئن باشید که به شدت از دیدن درونمان دور شده ایم. چون اساساً آدم‌های مثبت اندیش بیشتر به درون خود رجوع می‌کنند و سعی می‌کنند خودشان منبع رفتارهای پسندیده و شایسته باشند. مولانا در کتاب فیه و مفیه میگوید اگر در برادری خود عیب میبینی، آن عیب در توست که در او میبینی. گفت پیلی را آوردند بر سری چشمه که آب بخورد. خود را در آب میدید و میرمید. او میپنداشت که از دیگری میرمد، نمیدانست که از خود میرمد. بله عزیزان، گاهی برخی از ما صفتهای ناشایسته را که در خودمان هست هرگز نمیبینیم، ولی به درستی میتوانیم در دیگران ببینیم و حتی پند و نصیحتشان کنیم. خیلی وقتها صفتهای ناپسندیده دیگران را میبینیم و به آنها توجه میکنیم. حتی برخی وقتها در پی یافتن صفتهای ناپسند دیگران میگردیم تا آن شخص را سرزنش کنیم. عارفان و بزرگان و در رأس آنها انبیای الهی در زندگی خیش یک معیار دارند که خیلی راهگشاست. آنان توجه را به خود شخص برمیگردانند و از او میخواهند به جای اینکه دیگران را ببینند و عالم و آدم را مقصر بدانند، پیش از هر چیزی خود را نگاه کنند. زیرا خود ما صفت و رفتارهای نادرست و ناپسندیده زیادی داریم که باید اصلاح شویم. بنابراین اگر بر اساس قاعده آینه را به سمت خود برگردانیم و صفت نادرست خود را ببینیم، در پی اصلاح خود می‌براییم. در مثنوی معنوی در این باره چنین آمده است: ای بسا ظلمی که بینی در کسان، خوی تو باشد در ایشان ای فلان. اندر ایشان تافته هستی تو، از نفاق و ظلم و بدمستی تو. آن تویی آن زخم بر خود میزنی، بر خود آن دم تار لعنت میتنی. در خود آن بد را نمی بینی عیان، ورنه دشمن بوده خود را بجان. شنوندگان عزیز، همینجا برنامه کاشان مهر را به پایان برده برای شما بزرگواران و همراهان گرامی روز و روزگاری خوش را تمنا داریم. خدایار و نگهدار. برای دریافت پادکست های بیشتر و برنامه های متنوعی رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org